با دلار بالای 100,000 تومان مگه میشه کاری انجام داد؟ هر چی کار کنی عقبی. ملت فقیر شدن، طبقه متوسط سقوط کرده، بالای 60-70% طبقه متوسط فقیر شده و اومده زیر خط فقر. یعنی خرج و دخلش با هم نمیخونه. اگه الان تو خیابونا ناامنی و وحشتناک نبینید، این فرهنگ داره زورشو گذاشته، داره بی تدبیری‌ها رو جبران میکنه. فرهنگم تا یه جا دووم میاره، یه جا دیگه پاره میشه این بند. من 40 روز پیش هر چی فروختم الان بخوام بخرم باید 40% بذارم روش بخرم. تو 40 روز یه تهدید میکنن دلارت اینجوری میشه، عملیش کنن چی میشه؟ بعد با شعار میخواد کشور رو اداره کنید. بابا وجدان ندارید؟ به تاریخ اعتقاد ندارید؟ بعد راجع به وطن وقتی صحبت میکنه فکر کن راجع به گل و خاک داره صحبت میکنه. از کجا اومدید شماها؟ بچه‌هامون تا مغز سرشون توی حسرتن برای ابتداییات، بعد بی نهایت امکاناتو هدر دادیم. هنوزم ولکن نیست، هنوزم طرح دارن آقا این بره کنار ما بیایم. آقا همتون برید کنار دیگه. و بعد حالا نمیخواید قبول کنید اشتباه کردید، هنوز میخواید به همون مسیرها ادامه بدید. مردم چه گناهی کردن الان؟ مثلا مردم کجای این معادله؟